محمد چطوری؟ آقا امروز اومدیم بگیم که چطور به 4000 یا 3000 ساعت واچ تایم برسیم. الان خیلی هم میان به من میگن تو که خودت نرسیدی، اصلا تو یوتیوبر میشی؟ تو آدمی؟ اینطوری میخواد به من بگید؟ حتما غیر حتما غیر رسمی اینطوری میخواد بگید. ولی بچه ها یوتیوبر شدن توی یه ماه نمیشه یوتیوبر شید. فکر کنید اون یوتیوبر شد پس برم ویدیوشو ببینم. خب میرید ویدیوشو میبینید، میگید پس منم باید یوتیوبر شم. دکمه انتشار ویدیو میزنید. بعد از 2 ساعت چرا بازدید نگرفتم؟ چقدر بیمزه است یوتیوب. گم شو یوتیوب. اینطوری میخواد بگه یارو. ولی همین چنل که من دارم 28 روز یا 30 روز واسه زحمت کشیده شده و بعضیا میان و من میگن میگید تو که خود نرسیدی هنوز برای چی ویدیوشو میذاری؟ آقا چون که بلدم دارم به همین روش پیش میرم که بتونم به اون وضعیت درآمدزایی برسم و حتما هم میرسم، چون واقعا عهد بستم که میخوام یه یوتیوبر معروف شم و میشم. هر کی بخواد علاقه داشته باشه به اون کار علاقه‌ش هم انجام میده. و یارو علاقه به ماشین روندن داره، ماشین سوار شد. علاقه به گوشی داشتن داره، گوشی داره. علاقه به یوتیوبر شدن داره، بعد از 6 ماه، 1 ماه، 1 سال یوتیوبر معروف شد. حتی از آریو کیسر بیشتر. علاقه باید داشته باشی آقا. اولین کاری که میکنی علاقه است. اگر علاقه نداشته باشی یه پول مفت ازش بکشم بیرون، برم یوتیوب باجی، برم یوتیوب یه ویدیو بسازم. چطورید بچه ها؟ 20 دقیقه ویدیو بذارم 500 تا بازدید بگیرم، 10,000 تا، اونم توی یه روزا، حتما توی یه روز. ولی اصلا در سخت در شبایید اصلا اونطوری نیست. فکر میکنید الان میاد واسه شما اینو بنز پول میریزه 1000 تا درصد. آقا فکر کنید درصد. آقا دردسر داره، واقعا دردسر داره. وبکم خریدن، هدست خریدن، مانیتور خریدن، کیبورد، موس، کامپیوتر، قطعات کامپیوتر، میز، سیم برق، سیم همه چی. آقا کلا میتونیم بگیم که آره واقعا سخته. نه واقعا سخته یوتیوب بودن. آقا بریم سر ویدیو. توضیح هم دادم، این توضیح بود، توضیح حرف زدن نبود. آقا اول بریم فیلتر شکن بس شو. آقا فیلتر شکن هم بهتون بگم اون توربو کار نکرد واسهتون. XVPN و فست نمیدونم XVPN بریزید میاره. اینا بزنم الان کانکت. ببین چقدر سر کانکت میشه. آقا بریم یوتیوب. خب برو. آقا رفت. بریم امیرامسیانستش. بریم کجا بریم؟ آقا خب میایم اینجا. قسمت چه قسمتی بود؟ واسه یه رسیدن ماینکرافت و چنل یوتیوب و من چی رو سرچ کردم. اوخه رسولندیه رو. آقا من یه کات بزنم فکرمو کنم بیام بهتون توضیح بدم. یاد آمد. خب آقا برای رسیدن به 4000 ساعت واچ تایم باید فرد رو بخندونیدش. اینو فیلم قبل نگید الان چرا من بیام الان اونو بگم خندیدید مثلا. نه آقا، از خندوندن یه منظوری دارم. خب بچه من دارم الان واسهتون ویدیو میگیرم، یه قیافه اسم کنید دارم، یه دفعه شلوارمو میارم بالا شما میخندید. اونطوری مثلا اونطوری باید بخندونیدش. بگید تا از کلمه‌های استفاده کنید. بچه ها حتما تا آخر ویدیو بمونید. من میخوام کلمه‌ای بگم که هیچ کی بهتون نگفته. اینطوری بگید فرد خیلی چیز میشه. چی میگن؟ یه تعجب میکنه، میگه خدا این چی میخواد بگه من نمیدونم، یوتیوبر دارم میشم، تازه کارم. اینطوری باید به یارو حدسشو بزنی. ببین اینطوری باید بهش بگی که یارو اصلا متعجب بشه، بگی چطوری. و دیگه آقا خندن ویدیو بگذاریم.
و چیکار کنیم و چه وسایلی نیاز داریم. وسایل نیاز داریم نمیگم، انشالله اون تو ویدیو دیگه میگم. حتما وبکمتون حداقل 480 720 HD چیزی باشه، حداقل باید چی باشه اون باشه، 720 چیزی باشه. اینو 720 HD یا 1080 HD نمیدونم. باید 30 فریم پر ثانیه باشه. موس هم رفت داره. الان بگید چه بیمزه این داره واسه من چیز میاره، مثلا به من داره چیز یاد میده. چی میگن؟ داره به من چی میگن یاد میده؟ داره به من چیز یاد میده که چیکار کنم. نه آقا اونطوری نیست. کیبورد مهمه. چه مهمی داره؟ همون تایپ هم که میکنید به سرعت. آها اون صدایی که میده آدم روحش به عزیزاش میاد. ببین روح آدم میاد جلو چشاش، یعنی اون وقتی صدایی که میشه واقعا حال میده به آدم. اون آدم رو جذبش میکنه. میگه آخ ببین چه چیزی داره، صدا داره کیبوردشو. اونا هم میان به تو میگن چیه؟ چرا زدم؟ کوبک چی؟ آقا ولش کن اینا رو، بشه درد خوره. آقا بعد میاد به شما اینا رو یاد میده، به شما متعجب بشید بالاخره دیگه. و گزینه بعدی هم دیگه گزینه است دوربینتون به سمت کامپیوتر باشه یا فضای پشتتون. من فضا میخوام طراحی کنم، ریسه بزنم، LED بزنم، پنل آکوستیک بزنم. آکوستیک چیه؟ میزنم. حتما فضای لامپو درست میکنم. میخوام همشونو و فضا و جوری صحبت کنی که پررویی نکنید پیش یارو. اصلا نمیخواد لایک کنی، به چه درد میخوره؟ برو گم شو. اینطوری نباید به یارو بگید. کلمات بعدم استفاده نکنید. یوتیوبری از ادب باید باشید، نباید اصلا هیچ چیز بدی بگید. باید یوتیوبرتون بکنید. فالوور میخرید بخرید، ویو میخرید بخرید، ویو البته بازدید میخرید بخرید، هر چی دلتون میخواد برید بخرید. ولی نیاید به اون یکی بگید، به خانواده بگید، خانواده فرا بره کل ایران پخش کنه، بگی این فالوور میخره، اصلا حسابش نکنید. من اصلا فالوور نخریدم، به قرآن من فالوور نخریدم، ویو نخریدم، هیچی. ولی کسی که نیازش باشه دوست داره زودتر به در منزل برسه، ویدیوی بالای 5 دقیقه رو از متا فالوور میتونه بره بخره. واچ تایم 4000 دقیقه هلوش 100 و زیر 5 دقیقه. ویدیوهای بالای 5 دقیقه رو میتونید بخرید 1902 تومن، نه 1600 500 نه 1500 من حساب کردم. فالوورم اگه بخواد بخره همه که قیمت‌های روز به روز دارم. فالوور 100 تاش 45 تومن، 200 تاش 80 تومن، اینطوریه. اگر بخواید همون 2 دقیقه‌ای برسید به درآمد 2 تومن 3 تومن بذارید کف دست یه یوتیوب. البته یوتیوب نمیشه گفت، سایت ها واسهتون زدن. سری برو به نمیتونی ادسنس بزن. اگه ترکیه چیزی هستی سری سرچ کن ادسنس بساز، ویدیوشو ببین، چون که در از 10 روز اگه مانیتور شده بخری دیگه نمیپره واچ تایمت. اگر به مانیتور شده نخری در از 4 روز میپره. بایدم بری سریعتر از هر زمان ممکن ادسنس تو بس کنی تا اونا پرید یوتیوب بدونی که اونا پریده توی یک یوتیوب هستی، ولی نه دومین پول تو به فنا بدی. بچه ممنون است که زیادم حرف زدم، توضیح ولی دادم بهتون. ممنون است که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. بچه لایک و ساب یادتون نره، حتما لایک کنید، سابم بزنید، زنگوله رو فعال کنید که هر موقع نوتیفیکیشن میاد، تا نوتیفیکیشن اومد اینو بنز شما ویدیو منو ببینید و اونجا بیاد واسهتون. مرسی ازتون تا اینجا ویدیو، عشقید. فعلا خداحافظ.